سه بلاگری بدبخته که کلامی الله را، یعنی که مقدس ترین کتاب دنیا را، قرآن کریم را در نزد مردم برای ضد مسلمان ها برآوردن آتش زدند. السلام علیکم تماشاگران عزیز، برادران و خواهران اهل اسلام و از جمله هواداران شبکه کاروان عمر. این واقعه در شویساریا 8 اوگوست صادر شد. در شویساریا 3-4 نفر بلاگر برای ضد مسلمان ها کتاب قرآن را در خیابان پارک شویساریا در نزد عامه، یعنی نفران زیاد در نزد پارک بودند، برای تحقیق به مسلمان ها کتاب قرآن را آتش زدند. دوستان عزیز، نوار را شما پرره می توانید که در صفحه اینستاگرام ما بینید و چگونه که در رسم می بینید اینها به نوار گرفته به صفحه های اجتماعی خود پهن کردند و در نوارهای خود گفتند که مسلمان ها بینید کتاب مقدس شما را آتش زده ایستاده ایم، از دست شما هیچ چیز نمی آید گویان آشکار کرده ایستاده اند. البته وقتی هر یک مسلمان این واقعه را بیند دلش خشمگین می شود و حتی که از چشمانش اشک می ریزد. بینید دوستان، بینید دشمن های اسلام ضد مسلمان ها چه کارهای را انجام نمی دهند. ای اهل مسلمان ها، به اسب غضب زود سوار نشوید، یعنی زود عصبانی و غضبناک نگردید. این بدبخت ها را خداوند دیده ایستاده است. البته یک جزای سختی پروردگار اینها را انتظار است و این بدبخت ها تا روز قیامت در جهنم تا ابد خواهند سوخت. میدانم پهن کردن این نوار دشوار نیست، پس کمی وقت جدا کنید و همین ویدیو را به دیگران هم روان کنید تا مصیبت هایی که از جانب دشمن های اسلام بر ضد مسلمان ها کرده ایستاده اند با خبر باشند. در دوام ویدیو باز چگونه واقعه صادر شدنش را دیدنتان ممکن است. برادران و خواهران اهل اسلام، بعضا ما دیگر نوارها را پهن کرده می توانیم، اما به خاطر همین نوار پهن شدن وقتی خود را جدا کنید، به دیگران روان کنید و برای پهن شدن این نوار در زیر ویدیو گذاشتن لایک آنقدر دشوار نیست. لایک گذارید، البته فقط از برای الله و ضد دشمن های اسلام باشد. ناگفته نماند که در شویساریا و دنیا مسلمان ها زندگی می کنند و این لعنتی ها با سبب حکم برداری همان مسلمان ها که نمی خواهند در شویساریا یا اینکه دنیا زندگی کنند، آنها کتاب مقدس قرآن را به کوچه برآورده در نزد عامه، در نزد نفران زیاد خواستند که آتش بزنند. بینید که قرآن در گرفته ایستاده است اما نمی سوزد، زیرا این گفته ای خداوند است که قرآن را من نگاه بین می کنم. با حالت های می شود و بسیار ویدیوها را ما از سامانه های اجتماعی می بینیم در کدام خانه قرآن است او خانه نمی سوزد، و یا اینکه ماشین های آتش زدن، ماشین هایی را که مقصد آتش گرفته شدند از داخل آنها قرآن را سالم برآوردند، و حتی خانه هایی که با سبب زمین لرزه، با سبب آمدن سیل، بینید که در آن خانه که قرآن است چگونه پاک می ایستد. برای همین نگاه بین کردن این قرآن، این کلام الله به جانب پروردگار است که خود گفته است
قرآن را من خودم نگاهبین میکنم.